امروز مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروق قبای ایدونه به برداشته جوانان خودآگاه و وطندوست ولایت به خاطر سزاوار استقبال گرفتن روز جوانان تاجیکستان در راهپیمایی عمومی تحت عنوان جوانان بدخشان پیرو اصیل پیشوای ملت اشتراک فعالانه داشتند. در این چاره‌بینی بیش از 6000 جوانان مؤسسه و کارخانه، تشکیلات و اداره‌های دولتی و خصوصی، دستپروران مؤسسه‌های ورزشی و استادان و دانشجویان و خوانندگان مکاتب تعلیمی شهر خروق با شعار و آویزه‌های جوانان بدخشان پیشبرنده سیاست دولتی رهبریت عالی کشور و دیگر مقدسات ملی اشتراک دستجمعانه داشتند. ولایت مختار کوهستان بدخشان فضای ادانه را بابر کرده است که شکرگزاری یعنی از این سیاست پیشگرفته جناب عالی و رهبریت ولایت می باشد. آینده ساز ملت هستند و این چیز را ما باید یعنی هر یک جوان سالم فکر کشور باید این چیز را درک نماید و برای آبادی وطن خود سهم گذارد. نقش و سهم بارز جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در رشد و پیشرفت تمام بخش‌های خواجگی خلق مملکت شایسته تحسین بوده. امروزها تمام کارمندان اداره و مؤسسه‌های دولتی را فیصد زیادی جوانان صاحب معلومات تشکیل می‌دهند. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان بعد صاحب استقلال گردیدنش در سیاست سازنده خود موقع جوانان را همچون محرک پیشبرنده سیاست دولتی حکومت مملکت در جای اول قرار داده. در این سمت بهر صاحب کسب نمودن این قشر جوانان تمام شرایط سطح بلند را فراهم آورد. این از آن شهادت می‌دهد که امروزها جوانان بدخشان نه تنها در جمهوری بلکه در اقصای عالم با دانش و مهارت بلند زباندانی خود جایگاه نمایان را اشغال کردند که باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی میباشد. و ما از پیشوای ملتمان امام علی رحمان منتداری خود را بیان می‌نماییم که برای ما جوانان چنین شرایط را مهیا نموده است. راهپیمایی تحت عنوان جوانان بدخشان پیرو سیاست پیشوای ملت از ورزشگاه مرکزی شهر خروق تا میدان پرچم دولتی ادامه یافته، ورزشگران جوان در صف پیش این چاره‌بینی مهم سیاسی قرار گرفتند. همگان با یک حس بلندی وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و افتخار ملی در این راهپیمایی از خود حصه ارزشمند گذاشتند که جریان گذشت را ساکنان و مهمانان و جهانگردان زیاد تماشا کردند. راه‌اندازی چنین چاره‌بینی عمومی با اشتراک دایره وسیع جوانان سازنده شهر خروق اقدام مهمی سری وقتی به شمار می‌رود. ما جوانان و نورسان سعادتمند تاجیک، زادگان دوران استقلالیت، از محبت و صمیمیت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیوسته برابر بوده پیرو همیشگی این شخصیت بی‌نظیر در راه آبادانی و سازندگی این وطن محبوب ما باقی خواهیم ماند. در زمان صاحب استقلالی مملکت توجه دولت و حکومت علل خصوص پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جهت بالا برداشتن سیاست دولتی جوانان شهادت می‌دهد. زیرا جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروی بزرگ و بنیادکار و سازنده مملکت اعتراف گردیده حکومت مملکت حل مشکلات جوانان را سمت استراتژی و افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت صاحب استقلال قرار داده است. راهپیمایی نمودیم و تحت عنوان جوانان پیرو پیشوای ملتند این راهپیمایی را دوام دادیم. عین حال این جشن با تنتنه تحت سرود و موسیقی‌های جذاب و دلانگیز دوام دارد و جوانان حال هم خرسندی می نمایند. شرکت کنندگان راهپیمایی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در میدان پرچم دولتی به هم آمده بار دیگر ثابت کردند که پرچم برداران اصیل این سرزمین می باشند. جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان را به این روز نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خروق صمیمانه شادباش گفتند. تاکید شد که یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان این جوانگردانی ساختار و مقامات دولتی به حساب می رود که سال به سال تعداد جوانان در اداره دولتی بیشتر گردیده با دانش و کاردانی خود سیاست سازنده حکومت مملکت را پیش میبرند. بیان شد که شماره خدمتیان دولتی در مقامات اجرایی حکومت دولتی زیاده است 63% را تشکیل میدهد که نسبت سالهای قبلی خیلی زیاد میباشد. بعد برآمد و ملاحظه رانی مراجعتنامه جوانان شهر خروق به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از جانب مدیر بخش جوانان شهر خروق قرائت گردید. ذکر شد که ما نسل آینده ساز وطن پیش از همه افتخار از آن داریم که پیشوای معظم ملت تمام عزم و اراده خیش را به نیروی سازنده جوانان بخشیده این قشر جامعه را پیشبرنده کار و فعالیت پدران و بابایان خود می‌داند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برنامه رنگین اهل صنعت و فرهنگ شهر به چاره‌بینی شکوه و شهامت خاصه بخشید. جوانان در فضای ترانه‌های دلاشوب هنرمندان رقص و بازی کرده این صحنه تاریخی را با مهر و محبت زیاد قید کردند.